دوستان و همراهان گرامی، سلام. به کانال کافه داستان خوش آمدید. امروز خلاصه داستان عشق هرگز نمی میرد اثر امیلی برونته را خدمت شما عزیزان و دوستان تقدیم خواهم کرد. باید اضافه کنم که داستان عشق هرگز نمی میرد با عنوان بلندی های بادگیر هم شناخته می شود که هر دو یک اثر شناخته می شود. با این توضیح کوتاه توجه شما رو جلب می کنم به خلاصه این رمان زیبا. در یکی از روزهای زمستان 1810 میلادی آقای لاکوود مستأجر خانه ییلاقی تراشگراس تصمیم گرفت به مالکش آقای هیتکلیف سر بزند. او هرگز مالک خانه‌اش را که در مزرعه نزدیکشان موسوم به بلندی‌های بادگیر زندگی می‌کرد ندیده بود. بار اول استقبال ناخوشایندی توسط سگ هیتکلیف و به دنبال آن توسط خودش از وی به عمل آمد. هیتکلیف مردی قوی بنیه، سیاه سوخته و خوش هیکل و بیش از حد عبوس بود. آقای لاکوود برای دومین بار به بلندی‌های بادگیر رفت و در آنجا عروس بیوه هیتکلیف را که زنی جوان، ساکت و مغرور بود، همراه مرد جوان بد ترکیب و ژولیده‌ای به نام هارتن ارنشو ملاقات کرد. وقتی آقای لاکوود در بلندی‌های بادگیر بود، برف سنگینی شروع به باریدن کرد و او مجبور شد شب را در آنجا بماند. هیتکلیف در حرکتی بدور از اصول مهمان نوازی به او گفت باید شب را با خدمتکار بداخلاق و سرسختش جوزف در یک تخت سپری کند. آقای لاکوود با رد پیشنهاد او قصد ترک خانه را زیر برف سنگین داشت که زیلا آشپز مهربان اتاقی اضافی را که از آن استفاده نمی‌شد برای او آماده کرد. شب هنگام آقای لاکوود دچار کابوس شد. تصور می‌کرد شاخه‌های درختان به پنجره می‌خورد. وقتی سعی کرد پنجره را باز کند تا شاخه‌ها را کنار بزند، پنجره شکست. سعی کرد شاخه‌ها را کنار بزند ولی به جای آن دست یخزده زنی را در دستش یافت. با فریاد نام کاترین لینتن را به زبان آورد که سعی داشت از پنجره وارد اتاق شود. با سر و صدای آقای لاکوود هیتکلیف وارد اتاق شد و در حالی که خیلی خشمگین بود به او دستور داد که اتاق را ترک کند. سپس خودش را روی تخت انداخت و به آن زن رویایی التماس کرد که همراه او برود. با مشاهده این اتفاق عجیب حس کنجکاوی آقای لاکوود برانگیخته می شود. به خانه ییلاقی برمیگردد و از خدمتکار پیر و عاقل نلیدین که از بچگی بلندی‌های بادگیر را می شناخت درباره آن و مالکش سوال می کند. خانم دین به او می گوید سالها پیش آقا و خانم ارنشو با دخترشان کاترین و پسرشان هیندلی در بلندی‌های بادگیر زندگی می کردند. یک روز که آقای ارنشو قصد سفر به لیورپول را داشت، هر کدام از بچه‌هایش به عنوان سوغاتی چیزی از او خواستند. اما وقتی ارنشو
از سفر به لیورپول باز میگشت، بچه یتیمی کثیف، ژولیده و سیاه سوخته ای را که در محله‌ای کثیف پیدا کرده بود با خودش به خانه آورد. بچه را به نام هیتکلیف غسل داد و به بچه‌هایش سفارش کرد همچون برادرشان با او رفتار کنند. از آنجا که هیتکلیف جوانی شجاع، قوی و متکی به خود بود، خیلی زود آقای ارنشو و کاترین مجذوب و دوستدار او شدند. هیندلی به خاطر اینکه هیتکلیف عشق و محبت پدرش را دزدیده بود به او حسادت میکرد. هیتکلیف هر قدر که به هیندلی محبت میکرد او با بی‌اعتنایی جواب میداد، اما هیتکلیف بسیار سرسخت بود و در مقابل آزارهای زجر دهنده هیندلی بسیار مقاومت میکرد. طرفداری های آقای ارنشو از هیتکلیف باعث شد او روز به روز گستاخ‌تر شود. فضای بلندی های بادگیر چنان آشفته شد که مجبور شدند هیندلی را برای تحصیل در مدرسه به بیرون از خانه بفرستند. طولی نکشید که آقای ارنشو مرد و هیندلی با عروس مریض و بیروحی به نام فرانس که ازدواجش با او را از همه به خصوص پدرش پنهان کرده بود به بلندی های بادگیر برگشت و بعد از آن به عنوان صاحب بلندی های بادگیر بیش از پیش با هیتکلیف رفتار ظالمانه داشت و هیتکلیف هم با خودش عهد بست که روزی انتقام این رفتارهای ظالمانه را از هیندلی بگیرد. تنها دلخوشی هیتکلیف پرسه زدن در بیشه‌زارهای وحشی با کاترین بود. او کاترین را به خاطر روح وحشی و خستگی ناپذیرش همدم ایدئالی یافته بود. یک شب که هیتکلیف و کاترین هنگام پرسه زدن در بیشه‌زار به اشتباه به خانه ییلاقی رفته بودند و از دور مراسم رقصی را که در آنجا برپا شده بود تماشا می کردند، سگ خانه به سویشان حمله ور شد و پای کاترین را گاز گرفت. او را به داخل خانه بردند ولی هیتکلیف را به آن خانه راه ندادند. او به خانه بازگشت و کاترین 5 هفته در آنجا ماند تا پای مجروحش بهبود یابد. در آنجا خانواده مهربان و متمدن لینتن را ملاقات کرد و با ادگار پسر جذاب آنها و نیز ایزابلا دختر زیبا و دوست داشتنی آنها آشنا شد. وقتی کاترین به خانه برگشت، داستانهای زیادی از زندگی راحت و شاد خانواده لینتن با خود به همراه داشت. او به کلی تغییر کرده بود و لباس پوشیدن، حرف زدن و اخلاقش نسبت به قبل تغییر یافته بود. زمانی که کاترین از آنها سخن می گفت، هیتکلیف احساس حسادت می کرد. در مدتی که کاترین در خانه تراشکراس بود، ولگردی و بیخیالی هیتکلیف 10 برابر شده بود. وقتی کاترین سراغ او را گرفت، هیتکلیف که سر و وضع کاترین را دیده بود خجالت می‌کشید با او روبرو شود. پنهان شده بود تا کاترین او را اصلا نبیند. هیندلی که میدانست هیتکلیف چه سر و وضعی دارد میخواست کاترین او را ببیند. او هیتکلیف را صدا زد، اما چون هیتکلیف کثیف بود باعث خنده اطرافیان شد. هیتکلیف گفت که این تحقیر را تحمل نخواهد کرد. حوادث غم‌انگیز در بلندی های بادگیر شروع شد. همسر عزیز هیندلی
بامداد یک روز ماه ژوئن سر زایمان پسرش هارتون جانش را از دست داد و پرستاری از کودک تازه متولد شده را بر عهده نلیدین گذاشتند. هیندلی تمام غصه هایش را بر سر مشروب و آزار و اذیت هیتکلیف خالی می کرد. وقتی هیندلی مست می کرد باید همه فشنگ های تفنگ ها در آورده و پنهان می شدند تا هیندلی در حالت مستی کار خطرناکی انجام ندهد. حتی هارتون را از او دور نگه می داشتند. در یکی از شبهایی که هیندلی مست بود هارتون را از دست نلیدین گرفت و هنگام بالا رفتن از پله ها بچه از دستش افتاد و اگر هیتکلیف نبود زخمی می شد. همین موقع کاترین پیش نلیدین اعتراف کرد که از اینکه مجرد مانده خسته شده و با وجود اینکه هیتکلیف را از ته دل دوست دارد ولی ازدواج با یتیم نوکری را که مجبور است از دستورات برادرش اطاعت کند برای خود کسر شأن می‌داند. هیتکلیف قسمت آخر حرفهای او را شنید و در حالی که از خشم به خود میپیچید همان شب بلندی های بادگیر را ترک کرد. وقتی کاترین دریافت چه اتفاقی افتاده در باران و طوفان در بیشهزار به جستجوی هیتکلیف رفت ولی موفق نشد تا او را پیدا کند. کاترین به تدریج تسلیم ادگار لینتن جذاب و خوش‌سیما شد و در حالی که 3 سال بود از هیتکلیف خبری نداشت با ادگار ازدواج کرد و از خانه ای آشفته به خانه ای با شکوه منتقل شد و خانه ییلاقی تراشگراس رفت. زندگی ادگار و کاترین در آرامش کامل ادامه می‌یافت که سر و کله هیتکلیف پیدا شد و در حالی که لباس فاخر و ظاهری آراسته داشت جلوی لینتن قرار گرفت. ادگار نمیخواست کاترین با هیتکلیف روبرو شود. حتی او را مسخره هم میکرد ولی با اصرار کاترین ادگار تن به این ملاقات داد. کاترین از این که هیتکلیف بازگشته خوشحال بود و از خوشحالی سر از پا نمی شناخت. شامی ترتیب دادند که ادگار، ایزابلا، کاترین و هیتکلیف در آن حضور داشتند. در چهره ادگار رنگ پریدگی و اندوه فراوان به چشم می‌خورد ولی کاترین خیلی خوشحال بود. هیتکلیف فقط 1 ساعت در آنجا ماند و به بلندی‌های بادگیر بازگشت. چون آقای ارنشو از او دعوت کرده بود تا شب را در آنجا بماند. هرگز هیتکلیف فاش نکرد که در طول این سالها به چه کاری مشغول بوده ولی معلوم بود ثروت خوبی به دست آورده و حالا هم قصد دارد بلندی‌های بادگیر را اجاره کند. ادگار به انگیزه‌های او از اجاره آنجا شک داشت. هیندلی به خاطر قماربازی و مشروب خواری مغروض بود و از اینکه کسی پیدا شده بود برای اجاره بلندی‌های بادگیر که غیر قابل استفاده مانده پول بدهد خیلی خوشحال بود. هیتکلیف قدم به قدم جلو رفت و برای انتقام گرفتن از هیندلی او را بیشتر و بیشتر غرق در قمار و مشروب کرد و در نهایت
صاحب واقعی بلندی های بادگیر شد. از ادگار به خاطر ازدواجش با کاترین، با عاشق کردن خواهرش ایزابلا به خود انتقام گرفت. هیتکلیف در اصل قصد این کار را نداشت، اما در دیدارهایی که با کاترین داشت متوجه شد که ایزابلا عاشق او شده است. کاترین هر چقدر که به ایزابلا میگوید هیتکلیف موجودی جانی است، ایزابلا باور نمی کند و با او فرار می کند. اما در نامه‌ای که به نلیدین می نویسد می گوید یک روز پس از فرارش پشیمان شده ولی دیگر راه بازگشتی ندارد. هرچند هیتکلیف به خانه ییلاقی نمی توانست بیاید و از ورود به آن خانه ییلاقی ممنوع شده بود، ولی وقتی شنید کاترین سر زایمان دچار تب شدیدی شده است به زور پیش کاترین رفت. اما حال کاترین بدتر شد و سرانجام بعد از به دنیا آوردن دختری ضعیف جانش را از دست داد. ادگار پس از چند روز عزاداری برای همسرش کاترین و برگزاری مراسم کم کم به زندگی عادی خود بازگشت و به پرستاری از دخترش کتی مشغول شد. کاترین به او اعتراف کرده بود که با وجود اینکه او را دوست داشت ازدواجشان را اشتباه می‌دانست. چند ساعت قبل از اینکه کاترین دخترش کتی لینتن، همان کاترینی را که آقای لاکوود در بلندی های بادگیر دیده بود به دنیا آورد و بمیرد، گفتگوی صمیمی میان دو عاشق صورت گرفت. هیتکلیف با احساس گناهی که داشت و با عشق شکست خورده به خاطر ازدواج کاترین میخواست برای همیشه او را تصاحب کند. همین موقع ایزابلا لینتن به طور کامل به انگیزه های هیتکلیف در ازدواج با او پی میبرد و به خانه ییلاقی میرود تا از نلی چند دست از لباسهایش را گرفته و تنهایی به لندن فرار کند. به خاطر همین بلندی های بادگیر را به قصد لندن ترک می کند و در آنجا پسرش لینتن را به دنیا می آورد. هندلی بر اثر زیاده روی در خوردن مشروب می میرد و تمامی بلندی های بادگیر به هیتکلیف بیرحم می رسد. اکنون هیتکلیف مالک مطلق بلندی های بادگیر است و خودش را آماده کرده تا با بزرگ کردن هارتون پسر هندلی در کثیف‌ترین و ظالمانه ترین شکل ممکن انتقامش را از نسل دوم آنها بگیرد. بیچاره هارتون که زمانی وارث قانونی بلندی های بادگیر بود همه چیز را از دست داده بود و نمی توانست فراموش کند که پسر دشمن هیتکلیف است و با صدقه‌ای که هیتکلیف به او می دهد در بلندی های بادگیر زندگی می کند. ایزابلای دل شکسته 12 سال بعد از تولد پسرش لینتن در لندن می میرد. ادگار لینتن پسر نحیف او را به فرزندی می پذیرد. هیتکلیف که پسرش لینتن را نمی شناخت روزی در خانه ییلاقی با او روبرو می شود و از او می خواهد به بلندی های بادگیر برگردد.
نقشه هیتکلیف برای ازدواج لینتن با کتی با مخالفت ادگار لینتن به هم می‌خورد. وقتی لینتن مریض می‌شود و کتی برای ملاقات او به بلندی‌های بادگیر می‌آید، هیتکلیف فرصت را مناسب می‌یابد و او را 5 روز زندانی می‌کند تا با ازدواج با فرد علیلی تن در دهد. این اتفاق مرگ ادگار را سرعت بخشید و قبل از اینکه بتواند کتی را از ارث محروم و نقشه های هیتکلیف را خنثی کند مرد. کتی وارث خانه ییلاقی شد. طولی نکشید که لینتن مرد. در حالی که کتی به او وابسته شده بود، حالا هیتکلیف کنترل بلندی های بادگیر و خانه ییلاقی تراشکراس را در دست گرفته بود. آقای لاکوود بعد از مسافرت کاری که به لندن داشت دوباره به بلندی های بادگیر بازگشت و مطلع شد که هیتکلیف مرده است. حالا کتی و هارتون تنها در بلندی های بادگیر زندگی می کردند. دختر سعی داشت تأثیر عمیقی را که رفتار هیتکلیف روی شخصیت هارتون گذاشته بود از سر او بیرون کند و آموزش هایی را که هیتکلیف مانعش شده بود به او بدهد. وقتی لاکوود از گورستان محلی دیدن می کرد، قبر کاترین را میان قبر شوهرش و هیتکلیف دید. به گفته یک افسانه قدیمی، در شبی طوفانی عاشقان سابق کاترین و هیتکلیف در بیشه‌زارهای متروک دیده شدند، همان جایی که وقتی جوان بودند آنجا را بسیار دوست می داشتند. دوستان عزیز، خلاصه ای از رمان عشق هرگز نمی میرد یا بلندی های بادگیر را شنیدید. این اثر نوشته امیلی برونته، داستان نویس و شاعر انگلیسی است. به نظر برخی از منتقدان ادبی شخصیت کتی بسیار شبیه خود امیلی برونته است و شاید هیتکلیف نماینده آن دسته از مردانی باشد که امیلی می توانست آنها را دوست داشته باشد. کتاب عشق هرگز نمی میرد یا بلندی های بادگیر شهرتی جهانی یافته است. امیلی برونته اشعار بسیاری نیز سروده است. برخی از اشعار او همراه با اشعار 2 خواهر دیگرش، شارلوت برونته و آن برونته، در یک مجموعه به چاپ رسیده است. دوستان عزیز و همراهان ارجمند، شما با کافه داستان همراه بودید و با یکی دیگر از آثار برجسته ادبیات داستانی آشنا شدید. لطفاً کانال کافه داستان را به دوستان و آشنایان و علاقه‌مندان ادبیات داستانی نیز معرفی کنید. برای شنیدن دیگر کارها و پست های جدید ما لطفاً ما را سابسکرایب کنید و با کلیک روی زنگوله کانال کافه داستان را دنبال نمایید و البته با لایک و کامنت های ارزشمند خود مثل همیشه ما را در راهمان تشویق کنید. تا دیداری دیگر، خدا نگهدار.